سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. قراره که توی این ویدیو پوریا که الان اونجاست به هم موتور سواری یاد بده. از اونجایی که من الان اصلا موتور هیچ اطلاعاتی ندارم و میخوام با این موتور الان موتور سواری یاد بگیریم. موتور رو نشون بده. الان میخوام با این موتور بچه‌ها پوریا بذارید بهتون نشون بدم. سلام پوریا. قراره که به موتور سواری یاد بدی. میتونی؟ خب بریم واسه این موتور سواری یاد گرفتن. بچه‌ها خب اول پوریا باید چیکار کنم؟ این دنده است. چی؟ خب میخوای دنده بزنی چیکار میکنی؟ این کلاجه، این تو جلو. خب کلاجو میگیری، یه دنده میزنی. میخوای دنده کم کنی؟ کم. دیگه استارتش چه جوریه؟ الان یه ذره استارتش مشکل داره. تو استارت بزنی سویشو برمی‌داری، می‌کنی تو. ها؟ بعد چه جوریه؟ بعد دیگه بکن توش. جوری می‌زنی. کنی تو. آها خب. ترمزو میگیری که نیافته. سوار بشی. آها. بیا اینجا، بیا این مرکز خور. این یه مدل استارتی داره که نگاه کن. قهره با من روشن نمیشه. یه مدل هندلی داره. هندل چجوریه؟ میزنی پایین. یه جور میزنی انگار دوست دختره داره. چیو باید میگرفتن قبلش؟ اینو بزنم؟ هیچیو؟ همین فقط هندلشو بزنم؟ اینو میچرخونی. یه سری موتورا همین هندل بزنی روشن میشه. یه سری هم نگاه کن اینو. میزنی گاز. چیو؟ هندل هم میزنی گاز میدی. چجوریه؟ بیا این. بلش. کلاجو میگیری؟ حاجی محمدی حاج خانوم. کلاجو میگیری. خب. چیه این دنده است؟ خب. دنده رو میزنی گاز میدی. یه جا یه سری خیلی نوبن یه نمیشه. این باید تا سه بره نکن. تا سه که اومد کلاجو آروم بره. برو تو کوچه. بچه ها پوریا رفت ما رو تنها گذاشت مادرش. خب پوریا حالا بذار ببینم من میتونم برم یا نه. الله خب مرحله اول اینه که ما سوار موتور بشیم. اول باید جکو بدی بالا. بعد یاد میگم این راه حرفه‌ای کردم. خب آقا اول باید اینو روشن کنیم. اینو بچرخون. اینو روشن شد. حالا هندلو بزن. وایسا هندلو میزنی گاز میدی. ماشاءالله هندلونه اینه بکن خراب شد. اون نی هندل چیه؟ هندل اینه. آها اینو بدم پایین. بده پایین. بزن محکم بزن. ماشاءالله. بچه‌ها تو اولیشه بله بالا اینه بابا. اولیشو اومدیم. خب شیت تو مغزت بره. باز نده زیاد. کلاجو بگیر. بزن دنده. کدومه؟ اینه کلاجو گرفتی بزن دنده. کلاجو آخر بگیر. خب اینو رو بالا. بده پایین. آها حالا گاز بده. زیاد گاز نده تک چرخ میزنی. آروم هم کلاجو بری. ماشاءالله جقیم. آجی موتورامو ندوزه. خاموش کرد. آقا یاد گرفتم. خب بالاخره تویت نکن. دقیقا الان یادم. خب آقا از اینجا تا اونجا تونستم برم. پوریا بیا سنتم. پوریا آقا تونستم تو 5 دقیقه نشد بکنم. کمتر از 5 دقیقه موتور سواری یاد بگیرم. بچه از اونجایی که مثلا بلد نبودم. خب الان میخوایم بریم با پوریا یه دوری بزنیم که مطمئن شم قشنگ بلدم و اینا. و بچه‌ها چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید. اگه دوست من موتور پوریا رو بدوزم حتما توی کامنت ها بگین و این چنل رو سابسکرایب کنید. چند بار میگم اینو. و اینکه بچه‌ها بریم یه دوری بزنیم با موتور. از الان بگم موتور سوار نشید. خطرناکه. اینجا کدوم بود؟ نگاه.
بابا من فکر کنم الان با دستش قطع شده اسکل بلد. پوریا یه نصیحت به بچه‌ها بکن. آها این الان نصیحته دود. چه نصیحت خوبی. بچه همیشه موتور سوار شید، همیشه اشغالتون رو بکنید، مواظب باشید کسی شما رو نکنه. پس خدا نگهدار.